سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم ببینیم حیوانایی که ازشون خوشمون میاد کدومای نظرمون درباره‌شون تو کامنت ها بگیم. بریم که این ویدیو رو بدیم. بچه‌ها همونطور که میبینید من با سگ هیچ مشکل ندارم، فقط من بیشتر از هاسکی خوشم میاد. مثلا اگه میخوای یه حیوان مراقب باشه من ژرمن انتخاب میکنم. اسبم که میبینید اسب، فقط من یه مشکل دارم که مثلا اگه من توی روستایی مثلا جنگلی جایی باشم، خونه باز خودم باشه، آره اسب باز خودم نه، توتی انتخاب میکنم، چون که روستایی نیستیم چیزا، توتی انتخاب میکنم. بعدش هم دیگه گربه. خرگوش خیلی آرومه ولی کثیف‌کاری زیاده. گربه هم سنگینا میندازه دیگه. من از بین این دوتا گربه رو انتخاب. شما کدوم انتخاب کردید؟